وقتی پیغمبری خدا به دنیا آمدن چی گفتن؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردم بی فرزند میفهمید. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته به سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. میگوید 60 سال حیات خود دهیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دهیه کلبی کار میکردن، روز به سر میبردن. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان، که اینها خیلی نفوذ کلان داشتن در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چون پیغمبر در حق دهیه کلبی دعا میکرد خدایا دهیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردمی زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبر خدا مثل تیری در هدف می رسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دهیه کلبی خواست که نزد پیغمبر خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دهیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چه خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردن که دهیه کلبی با آب چشم با قدمهای کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دهیه کلبی رسید، در حال چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دهیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده تاج سر حضرت دهیه کلبی. در حال آن چادر پیغمبر خدا را گرفتند و در دیده های خود میگم مالیدن و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبر خدا در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی.
پیغمبر خدا گفتند بگو ای دحیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دحیه کلبی میگه چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دحیه کلبی؟ گفتند ای پیغمبر خدا من 60 سال حیات خدا در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبر خدا حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اون در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کند. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن. این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردند. جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد گفت ای پیغمبر خدا به دحیه کلبی خبر بده، به دحیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند و این بشارت را به دحیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دحیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم. خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینو به اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تاریخ ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر چی جهل و چی نافهمی ها دنیا را فرا گرفته بود. زن، دختر اینها قدر و قیمت نداشتند. در تفهیم القرآن که صاحب او ابو اعلی مودودی هست میگوید که یک روز پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند. در مسجد نشسته بودند به ناگاه یک مرد از همان زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدند و گفتند پیغمبر خدا یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، و من بسیار انس گرفته بود. هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم و او را باری می گوید فریب دادم. گفتم ای دختر، گفتم بیرون از قشلاق تماشا می رویم. میگه این دختری من که بر من انس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد. ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاهی بود، میگه خیلی چقور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگه با یک چهره خندان نزد من دویده آمد، من وای از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگوید این ریش کلان پیغمبر خدا از آب دیده تر شد.
صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن؟ گفتن پیغمبری خدا را غمگین کردی. این چه حکایه بود که برای پیغمبری خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راهی او را نگیرید، گویا که تا آخر وی حکایت کند. بعدن چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعد چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبری خدا فقط همین قدر شنیدم، پدرجان این چه حالت بود؟ پدرجان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان او نشنیدم. نمیدانم حالی وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها میپرسیدند. حتی پیغمبر خدا میگوید چنگ در سینه های مادر میزد است و میگفت از بهر چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دورهای پیش از آنی که پیغمبری شما و شما مبعوثی به پیغمبری شدند. حال زنها چگونه بود؟ وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد؟ خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. در قرآن یک سوره مخصوصی هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیت چی میگوید؟ ببینید قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا. ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای بنده من خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرک مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتاری ناخوب میشنوین، یا در معامله زندگیتون جنجال میکنین، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرک، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند. شاید که وی قهر کرد رفت، باز شما می توانین با طریق مصلحت،
با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. من قدر زنها را بینین. خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند و انتم لباس لهن و شما لباس اونها هستید. چگونه که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستید. این از قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید. و صاحب بالجنب، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است، با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لت و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدند چی گفتند؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردم بی فرزند میفهمید. مرد زنی که فرزند ندارند برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب های روی دنیا را دور گشتند، با تمام مملکت ها قدم زدند تا که اونها فرزند بیابند. شما قدر این دختر و این بچه را از آنها پرسین، اونها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه که امروز بعضی از جوانهای ما و شما غمگین میشوند. به خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. بین این بشارت پیغمبری خداست. کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبری خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد عار باشد وی را به هلاکت نرساند، ولم یهنها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لط و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها. پیغمبر میگوید اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در خانه اگر دختری تو برابری بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعض خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنند، وی را در خانه تحقیر نکنند، این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید من عال جاریتین حتی تبلغا. پیغمبر میگوید کسی که اگر دو دختر داشته باشد و این دو دختر را تربیه کند، تربیه خوب اسلامی کند، یعنی اینها را در داخل گفته های خداوند تربیه کند
حتی تبلغا، تا وقتی که این دخترها به وایه میرسند. جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین و ضم اصابعه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر دو دختر را تربیه اسلامی میکند، تربیه نیک میکند، تا که فردا باز در یک جوان خدمتگار شود، در اسلامش خدمتگار شود، روز قیامت این پدر و این مادر چگونه می آیند گفت پیغمبر انا و هو کهاتین، همین دو انگشت من دیدین گفت پیغمبر چگونه نزدیک هستند، من و پدر و مادر این دخترها روز قیامت یک جایه هستیم. و ضم اصابعه، پیغمبر میگوید باز انگشت‌هاش جمع کردن گفتن انا همچنان نزدیک هستیم. اگر کسی دو دختری خود در خانه تربیه خوب میکند، تربیه نیک میکند، دخترها را دوست میدارد، زن دوست میدارد، روز قیامت این چنین معامله من بهر او انجام میدهم. شما مقایسه کنین که زنهای دوره جاهلیت قدرش بینین و زنهایی که در دوره پیغمبر ما و شما، زنهایی که بعد اسلام، بعد آمدن قانون چه حقوقها را اینها صاحب شدند. روز پیغمبر خدا یک حدیث هست که حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفتند لا تضربوا اماء الله، ای مردها، خطاب به سوی مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اماء الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید گفت پیغمبر. اماء الله را محدثا میگویند که در همین لفظ اماء الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند، گفت کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگوید یک روز بعد آن که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لط و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبر خدا آمد و گفت پیغمبر خدا این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمی کنند. زائرن النساء، زائرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتند نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من اونها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت اونها را برای آنه که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند. لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ واضربهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتن واضربهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما، اگر مبادای آنها گردن کشی کردند، آنها شما را احترام نکردند، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعض روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید.
اینم یک غمخواری اسلام است، اینم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن پیش گرفتن، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. وقتی که مردها زدن پیشه کردن، در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگوید نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند. یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند. آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبر خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند. ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که بر من شکایت کردند و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم. کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم، گفت پیغمبر، کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیاتها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال. این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا. همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید.
و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن امام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرگاه چپ مردها خدا آفرید جان. و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در رام حدیث گفتند با درستی این که کجترین قبرگاه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرگاه بالا چند قدر کجش زیاد است؟ زیرا این که رسول الله میگوید فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر شما بخواهید که این قبرگاه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذارینشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرگاه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط می توانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمی شود. فقط پیغمبر گفتن فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین، زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفرید است که اینها را راست کردن نمی شود. فقط اینها قطعی می توانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. این است یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیادی حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده باز در باب همین حقوق زنها بالای شوهرها چه حق ها دارند و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بهر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد